سلام علیکم دوستان عزیز، من صدقیان نوی با شما. امروز در موضوع درس پنجم، یعنی که درس پنجم از خیلی موضوع شوق‌آور از تا آخری برنامه با ما باشید و باوری کامل که گفتم میتونم که شما بعد شنیدن این نوار برای خود بسیار چیز ضروری را گرفته میتوانید. درس امروزه ما اسباب‌های تجارت در مارکتینگ شبکه‌ای. راستی در همه گونه کسب و کار اسباب‌های کاری هستند. خود در مثل دکتر، معلم، دهقان، دوزنده فرق ندارد، چیزهایی که نباشد برای خود یک نمود اسباب‌های کاری ضروری دارند. در مارکتینگ شبکه‌ای چگونه اسباب‌های کاری ضرور باشند؟ سوال خیلی جالب و شاید وقتی جوابش میشنید در تعجب مونید. و در مارکتینگ شبکه‌ای اسباب از همه مهم و ضروری اصلا سه قسمی اسباب هستند. من فقط در خصوص یک نمودش برای شما بسیارتر امروز گفتم هستم. این خودی شخص است، یعنی خودی شما نقش بزرگ دارید، اسبابی از همه ضروری و درکاری هستید برای در این تجارت پیش رفتن. پس اگر درخت را تبری تیز، اگر گویم که متار و قیچی تیز، اگر پیاز و کرچک را کردی تیز خوبتر و بهتر اجرا کند، پس در مارکتینگ شبکه‌ای اون موفق شده میتوند که انا همین خصلتایی که امروز به شما میگویم انا همین رو در خود داشته باشد، در خود تبلیغ و تشویق کند، مثل کردی تیز به موفقیت رسیده میتواند. خب سر میکنیم. یکم این نمود ظاهری هر یک شخص، یعنی که باید سر لباس شما تازه آزاده شینم باشد، در زمان کردگی، موی سر کوتاه، ناخن گرفتگی، ریش‌ها باید همیشه گرفته، یعنی که نمود ظاهری ما هم وقت تازه آزاده و دلچسب باشد. این برای مردها. برای زنان چنین مصلحت‌ها رو میدیم که هیچ وقت آرایشات از معیار زیاد رو در روی خود نکنند. لباس‌های جلادار رو هر خیل سنگ و چه قیمتی که در تنی لباس هستند ضروریت ندارند. حتما لباس یک رنگ با آرایشاتی که به پوست روی آنها موافق است خود را آرا دهند و چهره کشوده و دلنشین همصحبت باشند با مردم. یعنی هم وقت تازه آزاده گشتن که تازگی یک سنت است. دویم قسم این اسلوب رفتار، یعنی که هر یک نفری رو که ما با تجارت دعوت کردنی میشیم، با هم صحبت کردنی میشیم، صحبتی ما باید آشکارا، صمیمی و بی پرده باشد. چون که هر چقدر اگر ما پنهان کار باشیم در این تجارت، بعدا مردم وقتی با ما همکاری کردن و آنچه را درک کردن دلمونده و دلشکسته میشن. انا باید که مناسبت رفتار باید که صمیمی و حقیقی باشن. سوم فرهنگ مناسبت. راستی خیلی استا اگر با اسباب مناسبت کردن رو آموزد، ما با آدمان مناسبت کردن رو آموختن لازم است. یعنی چهارم این اسلوب گفتار شما، یعنی که وقتی که شما سخن میرانید، اگر طرز سخنرانی شما حقیقی و صمیمی، یعنی که چه بگم با یک آهنگی، حتی آهنگ گفتار شما اگر یک جذابیت و دلچسبی و شیرینی نداشته باشن، اگر مردم شما رو قبول نمیکنند. شما ترسیده گپ زنید، شما فکر کرده گپ زنید، هر طرف نگاه کرده گپ زنید، یعنی که بعضی فکراتون رو خودتون انکار کرده باز دیگر گپ رو اگر گوید، این چی قابل قبول نیست. یعنی این فرهنگ، یعنی که این نمود چه شما رو به شکست میدهد. شما باید گفتار شما آزاد، صمیمی و باید چهره گشوده و چیزی که میگه باید ریالی، حقیقی باشد. پنجم طبع خروشان داشتن در کار. طبع خروشان یعنی که شما وقتی که سخن میگید باید از باطن شما باشد. سخن شما در آهنگ گفتار شما، در چشمان شما، در ایما و حرکتی که در شما هست باید آشکارا این چیز نمایان باشد. هر چقدر شما اگر با جذابیت گپ زدن رو یاد گیرید و آموزید، اگر حاجت به آن نیست که شما مردم تکلیف کنید.
ان همین سخنرانی شما خودی مردم رو به این تجارت مثل مگنیت کشیده می‌آورد. برای همین از بالای خود زیادتر کار کنید. ان همین با یک طرز موتیواسیونی هوسمندگردانی سخن گپ زدن رو حتما از بر کردن در کار است، چون که این باید نقشی ضروری و مهم دارد. ششم، جسارت. راستی که بار اول وقتی که اگر به اون کس اظهار محبت کردنی باشه چقدر فکر میکنید، میترسید، حتی ممکن گپ زنتونید، کاغذ نویسید، لیکن وقتی جرأت کرده گفتید اگر این برای شما یک قدمی موفقیت میشد که شما میباید برای با او آزادانه صحبت بروید. برای همین در مارکتینگ شبکه‌ای اولا ما در حراس هستیم که مثلا به همسایگان، خشتبار، به نزدیکان، دوستان، هم‌صنف و همکورسا آیا بگویم یا نگویم، قبول میکنن نه، ما رو میخوانند، طعنه میکنن دیگر. لیکن وقتی که ما غیرت کرده با یک کس، دو کس، 10 کس که گفتیم، این در ما یک کاری مقرری شده. حتی با شخصانی ناشناس نیست ما مناسبت دوستی برقرار کرده و یک غیرت و یک جسارت پیدا کرده این امکانات را برای آنها نیز پیشنهاد کرده میتوانیم. در اصل مارکتینگ شبکه‌ای این کاری نیست که آدما این کار کنن، فقط آدمان از آن این کار میکنن که ما تیار نیستیم، ما با آنها فهمانده داده نتوانستیم. انا این پونکت شما را با موفقیت برده میرساند، از آنی که شما در خود یک غیرت و جسارت حقیقی را پیدا می نمایید. پونکت دیگر من این فضیلت. راستی دانشی کافی اگر در همین سخن نداشته باشید شما این تجارت رو پرتفته می روید. اکثریت مردمی که میگن ما در مارکتینگ شبکه‌ای بودیم ما نتونستیم، گناه خود را نمیگویند، یعنی که اونها به دانش شوق پیدا نکردن، اونها ناموختن. تصور کنید در یک ساحه وقتی که ما معلومات گرفته میشیم 5 سال در دانشگاه میخونیم فقط برای یک ساحه. و مدامی که مارکتینگ شبکه‌ای اینقدر سمت‌های فعالیت کاری گوناگون داشته باشد، اقلاً 1 ماه آموزش گرفتن ان همین چی در شما نباشد اگر موفقیت رسیده نمیتوانید. انا این چی است؟ مارکتینگ شبکه‌ای در کار میکردگی آدم با آموزش ذوق دارد یا کسی با آموزش ذوق دارد در مارکتینگ شبکه‌ای تیز به موفقیت رسیده میتواند. پس انا این است فضیلت، این است فرهنگ، این است یک دانش اندوزی که باور کنید همین حدیث مبارکه که زگهواره تا گور دانش بجوی محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند. من در مارکتینگ شبکه‌ای هم چی رو میبینم که از پیر تا جوان، مرد و زن، همه اونایی که همین چیز ذوق کار کردن دارن امروز میلی به انتها با آموزش و دانش گرفتن نیز دارن که این یکی از فضیلت‌های نیک به حساب می رود. پونکت دیگر این هنر نطاقی. باور کنید فکر نکنید که جمع ما معلم کار میکردیم یا که برای جا نطاق شدن هم آموختن در کار. نه، شما اگر در کار و فعالیت کردن گیرید یک گروه کاری که در شما پیدا شد، انا همون گروه کاری شما را وادار میسازد که شما در منبرها سخن گویید، برآمد کنید از ذوق خود، از شوق خود. و یک وقت میبینید که در منبرهای کلان سخنگوی سخنور شدید. یعنی برای این باور کنید فقط تکرار به تکرار کار کردن و همین چیز سیقل دادن است. شما به این مرتبه رسیده میتوانید به ملال. یعنی که اینم یک پونکتی باید با قوت در تجارت به حساب می رود. پونکت دیگر این معلومات و انتظام باطنی. پونکت دیگر این مسئولیت و انتظام باطنی. باور کنید اگر شما در مارکتینگ شبکه‌ای به ساختن گروه کاری کمند سر کردید، یک چند نفر را به همین تجارت به همکاری دعوت کردید، هدف شما آموزاندن ان همون شخصا، صاحب درآمدهای خوب کردن ان همون شخصا، برای بهتر کردن زندگی آنها اگر شما حرکت نکنید، یعنی که شما در این تجارت بی مسئولیت هستید. باطنا شما ویران هستید. شما باید خود را رقم 1 حساب نکنید. شما منفعت شخصی خودتان بالا نگذارید. آنهایی که مقصد خود را
مد اول موندن و فقط به خاطری برای خودشون پول کار کردن در مارکتینگ شبکه دیگر رو تکلیف کردن، من دیدم که اونها تیز از این تجارت رفتن، چون که با اون آدمان کار و فعالیت کرده توانستن. این فرهنگ بلند انسانگرایی است. ان همین چیزی که نتونستی، پس این تجارت برای شما نیست. پونکت از همه مهم، ضروری و خلاصوی این صبر و طاقت و استواری است. باور کنید بچه‌ها، در مارکتینگ شبکه این نیست که شما امروز وارد شوید پگاه بای شوید. سالها در کار، وقت در کار که شما با موفقیت کلان رسید. برور است، نابراری است، شکست و ریخت است، موفقیت کامیابی است، خرسندی و ناکامی است. خلاصه بسیار پست و بلندی ها زیاد دیده میشوند در این نمود تجارت. آن همون به مقصد رسیده میتوند که مقصدی استوار دارد و صبر و طاقت رو دوست می‌دارد. خداوند هم آدمان صبور رو دوست می‌دارد و خداوند وقتی که به یک کس موفقیت بزرگ دادن شد، او را در برابر و نابراری ها می‌آزماید، می‌سنجد که صبر و طاقت کرده میتواند یا نه. پس مارکتینگ شبکه‌ای آن به مقصد رسیده میتواند که صبر و طاقت رو برای خود پیشه میکند و استوار می‌ایستد. این پونکت‌هایی بودن که من برای شما فهموندم. راستی اگر کسی که همین پونکت‌ها در وی، همین خصلت‌ها در وی باشد، پس مارکتینگ شبکه‌ای برای اوست. میتونه در این نمود تجارت تک به موفقیت رسد. اگر کسی در تجارت شبکه‌ای کار و فعالیت میکنید، پس همین خصلت‌ها را در خود آموزید، از خود نمایید و شخصیت خود را تشکل دهید، چون که اسباب رقمی که شما باشید، شما از بالای خود کار کنید، در این تجارت به موفقیت رسیده میتوانید. باوری دارم که این از این روز در شما معلوماتی در کاری برای خود گرفتید. کسی که همکاری کردن میخواهد با مارکتینگ شبکه‌ای، آنی که این ویدیو رو برای شما روان کرد، با او زنگ زنید، مصلحت پرسید، شرکت دلخواه خود را انتخاب کرده میتونید همکاری کنید. سلامت باشید. تشکر برای دقتتان.